روزای دوشنبه و پنجشنبه میگیرم ولی از شب نیت میکنم، در سحرخوری نمیخیزم. این درست است؟ اگر خیستن بسیار خوبه، شما اگر سحر برای خواب بسیار مشکل باشد، حداقل یک پیالک آب، یعنی یک پیالک آب انا شما همون سحر مثال ساعتی که همون باید که سحرخوری باشد همون در بنوشین خواب کنیم با این بهتر می شود. و اگر نخوریم مقصد چیزی نخیزیم همون نیت درست هست، روزت قبوله، لیکن اگر بخوری با سنت موافق می شود به نهایت نیک خیره. میگویند که 7 بار ختم قرآن تاجیکی برابر است با 1 بار قرآن عربی. آیا این درست است؟ اگه این خیلی یگان کس تا امروز نگفته است که مثال هر یک قرآنی که با کدام زبان ترجمه شده است 7 بار بخوانیش بعد با 1 قرآن زبان عربی برابر میشن. این خیلی یگان فتوا و یگان دلیل و حجت نداره، لیکن مصلحت من همین است که چگونه ای که قرآن نازل شده است، یعنی عین از الله مهربان که با زبان عربی نازل شده است با عربی خوانین، خدا خواهد البته شما همون ثوابی که در هر حرفش 10 ثواب میگیرین شما انمودا موفق میشین. لیکن اگر قرآن تاجیکی را هم که بخوانین شما حتما ثواب میگیرین، زیرا قرآن تاجیکی هم همون آیات های قرآن چیزی که ما معنا میکنیم تو گوش میکنی همون ما معنا را داره. برای همین انشاءالله دایوای هم ثواب میگیری، ولی حرکت کنین که همون طرزی که نازل شدگی است با همون حرف بخوانینش با بهتره. ملائکه از فرشته چی فرق دارد؟ ملائکه این برادر عزیز با همون زبان قرآنی و زبان عربی قطعی است، ولی فرشته ما تاجیکا میگیمش. تاجیکا ملائکه را فرشته میگن، با عربیش ملائکه و با تاجیکیش فرشته میشه. خب بالای قبرها را برای نیز کردن خار و علف ها و دیگر علاوه میدهیم، جایز است؟ و علف های قبرستان یا مسجد را آورده به چاروا دهیم گناه است؟ نه، گناه نیست. مثلا اگر ما علف های قبرستان علف های مسجد اگر مثال درویم و بیاریم مقصد برای چاروای خانمون، همون مبلغ همون چند سو می شود؟ همون علف اگر مثال 100 سوم شود در بازار، همون مبلغ برای آبادی مسجد یا آبادی قبرستان باید که ما و شما بتیم. وقتی علف شا میاریم، هزم شا میاریم و اگر به شرط بالاشون تازه کنیم و بیاریم در بیرون یا قبرستان، اگر به شرط علاو شام که کنن و گناهگاری نداره، و گناهگاری نداره. لیکن خود قبرستان با همون علفاش آتش زدن این نادرسته. درویده و بیرون قبرستان در بتین میشود اینش.